بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. قسمت اول. توی قرآن بارها گفتیم خداوند متعال نیامده قصه تعریف کنه برای ما، داستان تعریف کنه. فاعتبروا، باید عبرت بگیریم. یه ماجرایی داره نقل میکنه، از تو دلش 10 تا نکته میخواد درآره. یکی از این اقوامی که من میخوام دست بزنم ویژه روی، یعنی 95% بحثمون همین قوم نوحه. این قوم یه سری ویژگی‌ها دارن. اون ویژگی‌ها رو وقتی شما می بررسی و آنالیز می‌کنی اصلا خنده‌تون میگیره. اینقدر چه شباهت دارن به مردم. حالا اینا چه شاخصه‌هایی داشتن؟ اولین چیزی که در بین اینها خیلی خیلی دیده میشد پوزیتیویسم بود. یعنی من همینایی که هستم همون شدم. برای من قابلیت اثبات نداره آنچه را که نمی‌بینم. همه ما تحت تأثیر این تفکر هستیم. منتها کم و زیاد داره. بالا پایین داره. بعضیا خیلی، بعضیامون کم. ترانه قم به چند تا چیز اشاره میکنه. اولین حرفش این بود: تو هم یه آدمی مثل ما، تو هم یکی مثل ما. فکر نکنی فرقی چیزی داری. من گفتم من آدم نیستم، گفتم منم انسانم. برعکس انما انا بشر مثلکم یوحی الی. فرقم اینه که به خدا وصلم. دور و برای آدمای با کلاسی نیستن، از دهک‌های پایین جمعیتند. ای نو یه مش مستضعف دورتو گرفتن. 4 تا مایدار رو کن. قوم نوح حداقل باید میگفت ما نمیدونیم تو کی، پیغمبری، پیغمبر نیستی، اثبات کن برای ما. جالب اینو بدونید، اینو معجزه نمیخواد ازتون. میگن اینو برو حوصله‌تو نداره، حرف نزن بابا. ببین مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان چی میگه؟ میگه این طرز گفتار در نتیجه طرز تفکر خاصی است، تفکری که از ندیدن چیزی نبودن آن را نتیجه میگیره. نمیبینیم پس نیست. آیا این حرف صحیحه؟ نمیبینیم پس نیست؟ به هیچ. اما آنچه که تو دنیا امروز داره اتفاق میفته همینه ها. روح نمیبینیم پس نیست. خدا نمیبینیم، جهان آخرت نمیبینیم، جن نمیبینیم. هر آنچه را که نمیبیند قبول ندارد. پاسخ نوح هم دقیقاً تو همین راستاست. قال یا قوم، گفت ای قوم، ارأیتم، از چه فعل استفاده کرد؟ رأیه. این کنت علی بینه، اگه من یه بینه من ربی، خب رحمتی من داده باشه، من عنده فامیت علیکم، چی؟ امیه از چی میاد؟ اعما یعنی چی؟ کور. میگه شاید یه چیزی بهم داده تو کوری نمیبینی. آیا اینا کور بودن؟ چه کوری مد نظر؟ کور عقلی. آخر الزمان هم همینه عزیزم. کیا تو آخر الزمان پیروز این جریانن؟ یؤمنون بالغیب. برای صحبت عاشق ندیده ها شدنه. آخر الزمان اینه که اون افراد ارزش پیدا میکنن. من ماجرای نوح دارم میخوام بگم برسم به حسین علیه السلام و اون کشتی نجات ما رو برسونه به کی؟ از طوفان‌های آخر الزمانی بیرون برسیم به اون زمین پاک بدون کفر. گفت خدای بعد من دیگه رو زمین یک کافر باقی نکنه. در حال این ماجرا حضرت نوح اصلا 950 سال طول کشیدن این جریان داره تو رو آماده میکنه برای سالهای طولانی. تمام حرف اینا اینه: من نمیبینم، کو خودتو نشون بده ببینم. نوح آیه 7 میگه من هرچه دعوتشان کردم تا تو ایشان را بیامرزی، میگه انگشت ها را به گوش نهاده، جامشون رو سرشون میکشیدن و بر عناد خود اصرار و به وجهی ناگفتنی استکبار ورزید. گفت چه استکباری اینا ورزید. یعنی این همین استدلال بعدا در صدر اسلام چی میشه؟ جاری میشه. میگه که وقال الذین کفروا، کافران گفتن به هنگام تلاوت قرآن چیکار بکنید؟ همه کنید، سر صدا کنید، صدای پیامبر نشه، پیامبر خودمون. شما میگید امام حسین وقتی می‌خواست حرف بزنه صفات داشتن چیکار می‌کرد؟ امام حسین گفت بیا براتون دلیل بیارم. چی میگفتن؟ هیچی نه. کل می‌زدن، هلهله می‌کردن، سوت و کف می‌زدن، گفتن نمی‌خوایم بشن. گفتم حرف بزن. اصلا ما به این نتیجه رسیدیم تو باطلی، حرف نزن، اومدیم بکشیم. من به اسبمو زین کردم و تنقب، نقاب زدم و الجمت، لجام زدم و اسرجت، زین گذاشتم، پا تو رکاب کردم. از اول گفتم میام برای حسین. همون اتفاقات الانم میفته و حتی بدتر. چرا؟ ما ولی معصوم نیستیم. ما قدرت مدیریت تازه ولی معصومو نداریم. همین الانم دجال نمیذاره کسی صدا رو بشنوه. به خدا قسم. شما همتون دارید حرف میزنید تو محاوراتون، همه چی میگید. منم میخوام حرف بزنم که نه، پرسیفر هست، المنار هست، العالم هست. شماها حق ندارید حرف بزنید. نمیذاره. دجال سرگرم چیه؟ صبح تا شب شروع میکنه تلویزیون روشن میکنه، از اول دامبول دیمبول همین داره میخونه تا شب. کی چیو خون، کی با کی ازدواج کرد، کی چیو پوشید. چنان خرمال کرده شیطان با دجال، با این خرش مرکمش رسانه که میگه از هر موشی آهنگی بلند میشه. صبح تا شب داره موهای این علاقه رو ول میکنه، اون یکی مو میچسبه، اون یکی مو این یکی میچسبه. 3000 تا شب که میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. صبح تا شب سرش تو شکمشه.
پول در بیاره، 1000 تا کلا سر اینام بذاره. چنان خرمال شده. امام حسن مجتبی قربونش برم میگم که برای این وحوش سفره غذا پهن می‌کرد جلوی در خونه. میومدن همینجا غذا داشتن می‌خوردن صحبت. میگفت یه رو بذار اینا غذا بخورن و من حرف. امام زمانشون میومد براشون غذا میگه بیاید گوش کنید، بیاید گوش کنید. مورد بعدی که از تو دل این تفکر میاد سکولاریسم و ماکیاولیسمه. سکولاریسم کنار نهادن دین، ماکیاولیسم این که اخلاق رو در اداره حکومت دخیل نکنیم. یعنی تو اجازه داری دروغ بگی تو سیاست. اگر دروغ نگی سیاستمدار خوب و لایقی نیست، دیوانه ای. این درست مثل این که کل انبیا رو مورد تکذیب کنن. چون انبیا دارن حرف از کجا میزنن؟ از جهان آخرت. دارن از مبدأ حرف میزنن. سکولاریسم یعنی همین است. اونها دقت کنید حتی چه بسا یه جاهایی بذار بگیم حتی منکر این که توی نوح ممکنه پیغمبرم باشه هم نبودن. رسالت رو قبول نداشتن. میگفت به چه درد میخوره این پیغمبری تهش میخواد چی بشه؟ به من بگه تو حکومت نکن، یکی حکومت کن. به من بگه اینقدر پولت بده به اون یکی. اینو قبول ندارم. سکولاریسم اصلا نمیگه دین نداشته باشه، میگه بشین تو خونه اینقدر نماز بخون تا جونت درآد. حرفش یه چیز دیگه، میگه حضور خدا در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی خطرناکه. اگر محاسبات مادی ها رو بندازه. جالبه اگر محاسبات مادی ما رو تقویت کنه چیه؟ خوب باشه نباشه؟ باشه. معاویه آدم به معنی واقعی کلمه سکولار بود. این تفکر بعد از آقا رسول الله بر جامعه حاکم شد. امام زمان اومد نتونست جمعش کنه. امیرالمومنین علی رو پس دادن رفتن سراغ یکی که مثل معاویه. عربستانی‌ها نماز میخونن نمیخونن؟ لابد نمیخونن که آمریکا باشون خوبه. قطری‌ها لابد نماز نمیخونن که آمریکا باشون خوبه. سعودی‌ها لابد مراسم حج برگزار نمی‌کنن که آمریکا باشون خوبه. اسرائیل باشون خوبه لابد نماز نمیخونن ها؟ نه اصلا میگه تو تمام دعوا سر اینه، میگه تو دینو دوباره برگردونی تو سیاست. دوباره برگردونی تو اینکه دین باید نظریه بده نسبت به همه چیز. همه دعوا سر. چرا نمیفهمین اینو؟ چرا نمیفهمین؟ آخه شما خالی در فلسطین دفاع می‌کنید. غرب اصلا نمی‌فهمه اینا چه اینجوری می‌کنن. خالی می‌بندید. شما یه چیزی این پشت داره گیرتون میاد. اگر ابا عبدالله خونش ریخته نمیشد همین حرفو میزد. همین چی؟ این بازی سیاسی یه زد و بند. یعنی فقط تو این طوفان آخرالزمان فقط با کشتی حسین میتونی باش. کشتی نوح الان حسین ابن علی. تفکر هیهات من از الله اوه. امیرالمومنین وقتی عبدالرحمن بن عوف بهش گفت فقط قبول کن که سیره شیخین رو قبول میکنی با تو بیعت میکنم تو بشی خلیفه سوم. گفت نه. چرا؟ چون ماکیاولیسم حاکم نیست تو این سیاست. اخلاق بر سیاست باید حاکم بشه. اون چیزی که امروز جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه میدونی چیه؟ همینطور که برخی از مسئولین ما چی بشن؟ ماکیاولیستی نگاه کنن. یعنی راحت دروغ بگن، راحت سر مردم شیره بمالن، راحت ادا در بیارن. امیرالمومنین فرمود نه این اسمش پدرسوختگیه. اگر به اینجور چیزا بود علی مکارترین فرد عرب. برتری اول تو این نگاه چیه؟ مقبول مردم بودن از نگاه چی؟ ملأ قوم. دو، سرمایه سالار بودن، پول داشتن. یعنی میشه جریان چی؟ سران زور رو چجوری به دست آورده؟ با پول. چرا؟ چون حتی دموکراسیشو بخوای نگاه بکنید چون پول داشته شبکه زده، چون پول داشته خوب نهار داده، چون پول داشته شناسنامه خریده، چون 3-4 میلیارد خرج کرده یه نماینده مجلس بشه. پول مانی با پول به قدرت هم رسیده. سران زور قدرت، زر پول، تزویر فیلم بازی کرده و سران زر خوبم زر میزنه، دهنش باز شده. توی این تفکر همه چی یه معنی دیگه پیدا میکنه. جهاد یه معنی دیگه پیدا میکنه، شهادت یه معنی دیگه پیدا میکنه، میشه خشونت دینی، میشه بنیادگرایی دینی، میشه عملیات انتحاری، کلا یک مفهوم دیگه پیدا میکنه. آیا شهادت سود نیست؟ آیا عباس بن علی علیه السلام سود نکرد؟ برعکس ما هم دنبال چیم؟ بگید دنبال سودیم. به خدا ما هم یوتیلیتاریانیستیم. تا سود یعنی چی؟ خداوند از مؤمنان جان و مالشان را به بهای بهشت میخرد. رؤیای امریکایی که این همه دست میزنه این رؤیای مصری. حضرت موسی چی بهش گفت؟ اهبطوا مصر. گفت گم شید برگردید، شما لیاقت ظهور و رسیدن به زمین موعود رو ندارید. اینی که ممکنه روز به من تو بگن گم شید برگردید. به همون ایران قبلتون، ایرانی که برای معیار دیگه هم بود، نمازتون هم بخونید، ایران زمان شاه. برگردید اهبطوا، گم شید یعنی برید. حضرت موسی گفت برگردید، شما لیاقت زمین موعود رو نداری. به من تو میگه تو هم لایق زمان موعود نیستی، برگرد برو بابا. لافش زد. جالب اینجاست که خود مدعیان این تفکر زیر نقاب آزادی اندیشه تو دنیا بدترین جنایت‌ها رو کردن. به خدا قسم.
آزادی اندیشه رو تو عربستان سعودی می‌بینید دیگه. مثلا آخر آزادی اندیشه است. گردن میزنه. تو قرن 21 عزیزان همین الان داره تو عربستان راحت گردن میزنه. آقا شنیدی آمریکا بهش گیر بده؟ اونجا ایراد نداره، اینجا ایراد داره. تو این تفکر دفاع از وهابیت، این وحوش سوریه دارن چیکار میکنن؟ چرا؟ پول توشه، چون فروش سلاح توشه، چون قاچاق اعضا توشه. دفاع از دموکراسی تو فلسطین بود. تو بوسنی هرزگوین ببینید، شنیدی 150 میلیون بست مدرنیته تو دنیا کشته داشت، 70 میلیون جنگ‌های جهانی کشته داد دست داشت. کجا پیغمبر ما کل 23 سالش گفتیم 1100 تا 1300 تا کشته. آی پیامبر خشونت است، شمشیر برداشته است. همین دنیا اینه. دفاع از حقوق بشرتون هواپیمایی که خورد بچه تلویزیون نشون نمیده، کاسه سر بچه مغزش در اومد تو دریا، مثلا حالم بد شد وقتی اون هواپیمای ایرباس رو زد. آزادی بشر اونجا ببینید، تو سلاح‌های شیمیایی ببینید که 30 ساله داره خسخس میکنه، سینه‌اش داره خسخس میکنه. الان تو سوریه سلاح‌های شیمیایی خیلی مهمه. چی زده؟ از کجا آورد؟ تو ترورای دانشمندای هسته‌ایمون ببینید. بابا ما برای خودمون داریم کار میکنه، از اونجا میتونه مملکت میکشه میره. کی داغ رو دلا گذاشت؟ حقوق بشر.